این اختراع وحشتناک راکتور اتمی خانگی هست. Introducing the Enron egg. اسمش انرون اگ، یعنی تخم مرغ، ولی من همون انرون اگ صداش میکنم. The world's first micronuclear reactor. اولین راکتور اتمی مایکرو یعنی کوچیک For residential suburban use. برای مصرف خانگی. This little device. بچه این فکر میکنه تا چقدر وقت برق رو میتونه تهیه کنه به شما بده؟ وحشتناکه. اصلا من فکر میکنم یه چپتر جدید باز شد همین الان تو ذهن همتون. ولی ببینید Can power your entire home for up to 10 continuous years. تا 10 سال میتونه خونه شما رو برق بده. یعنی شما یه دونه از اینا میذارید خونتون، 10 سال برق دارید. نه سیم کشی لازم داره، نه تیر چراغ برق، نه کابلی که از زیر بیاد، نه کابلی که از رو بیاد. فقط یه دونه از اینا میگیرید و میذارید داخل منزل. It goes without saying, but when you put a nuclear reactor in your home, it's got to be safe for the whole family. خب اگه قرار راکتور اتمی بذارید خونه برای همه خانواده امن باشه. I've been living with an egg for a few months now, and let me just tell you that my little ones, they freaking love it. خب الان میگه چند ماه اینو دارم و بچه‌ام خیلی دوستش دارن و غیره. من حالا یه تصاویری ازش به شما نشون بدم که شاید بهتر بتونید درک بکنید که چه خبره. دقیقاً تصویرش همینی که مشاهده میکنید و بخشای داخلیشو معرفی کرده. چیزی که الان آقا قرار اختراع بشه پروتوتایپه و میتونه تا 10 سال برق ماشین شما رو بده. من حالا داشتم اینجا نگاه میکردم آقا قیمتش چنده. قیمتش گفته بین 19,000 تا 50,000 دلار میتونه باشه. البته این تولیدهای اول معمولا میدونید که بعد از 6 ماه ممکن قیمتش نصف بشه. همیشه اولیش خیلی گرونه. در مورد امنیتش نوشته، چجوری کار میکنه. توی یه سری از تصاویر اینجا اون انقدر اون مقدار اورانیوم و سیرکونیوم و این چیزایی که توش استفاده شده اینقدر ریزه، یعنی به اندازه چی بگم 4 تا نخود انداختن توش. به حال وضعیتی که مشخصه دیگه وقتی بحث انرژی اتمی میاد یه ذره کوچیکش میتونه حالا تصور بکنید یه همچین چیزی رو میتونن فردا رو ماشین بذارن، میتونن فردا روی کشتی بذارن و روی هر وسیله‌ای که احتیاج به سوخت داره برای حرکت اگر یه دونه از اینا بذارن رو میتونن کاستومایزش کنن. خانگی خروجیش احتمالاً برق خانگی میده، میتونن یه خورده گنده ترش کنن بتونه خروجی بده که واسه یه کشتی مناسب باشه. یا فکر کنم همین که به هر حال برای خانگی است به تقریبا کوچیک میتونه همین تسلا رو هم شارژ کنه. یعنی شما سوار ماشینی بشید که دیگه مشکل شارژ نداشته باشه. شما میتونید 10 سال با همین ماشینه اصلا احتیاج به باتری نداره، مستقیم این روشن که میکنید این روشن میشه، شروع میکنه برق به ماشین دادن. و اون موقع میرسیم به اون نقطه‌ای که برمیگردیم به چند نسل عقب‌تر. اون موقع دیگه کشورها برای اینکه بتونن درآمد داشته باشن صادرات نفت دیگه معنی نداره. منابع طبیعیشون بیشتر از نفت مهمه. که حالا منابع طبیعی چی دارید؟ حالا معدن سنگ دارید، به نمایش در بیاد این اختراع وحشتناک راکتور اتمی خانگی هست.